سلام. اینجا مجتمع تجاری کاسپیان اولین مجتمع تجاری منطقه آزاد انزلی هستش که سال 84 افتتاح کامل شدش و قدیمی ترین مجتمع اینجا هستش. نزدیک 7 8 تا بانک هم داره، مثل بانک سامان و بانک سپه و بانک تجارت و چند تا بانک دیگه. حالا در ادامه بیشتر بهتون توضیح میدیم. اطراف مجتمع کاسپیان بیشترین بانک منطقه آزاد است، مثل پست بانک، رسالت، سامان، تجارت، رفاه، سپه. داخل پاساژ هم اکثرا عمده فروشا هستن و دفاتر بازرگانی و به صورت انبار هستن که بعضیا خرده فروشی هم دارن. دور تا دور بازار کاسپیان تو محوطه بیرونی اکثرا خرده فروشی هستن که خوراکی و شوینده، لوازم آرایشی بهداشتی، کفش، لباس ورزشی، کیف و چند برند مثل السی واکیکی هستن و بعضی لباس فروشی ها قیمت های خوبی دارن. بیشترین رستوران منطقه آزاد داخل مجتمع کاسپیان و اطرافش هستش که غذای سنتی و محلی هم دارن، فودکورت و فستفود هم هستن. همچنین لوازم خرد خانگی هم به فروش میرسه. داخل مجتمع هم چند ساختمان 4 طبقه و چندین 3 طبقه وجود داره که برید حتما از این مجتمع تجاری دیدن کنید و تو پستای بعدی بقیه مجتمع تجاری هم بهتون میگم. فعلا